دیدم. صورتت چی شده؟ قصه‌اش درازه. کجا؟ من بودم و آمریکا و انگلیس و فرانسه و ناتو و سه کشور عربی. گنبدمونم بود. گنبد؟ کدوم گنبد؟ گنبد آهنی میشناسی؟ آره از ما از اونا رو که بریم ایران رو ریشه کنش کنیم. ما که اصلا تو نخش نبودیم، بادمون کردن. آره نه گاز نه F35 فرستادیم ایران، سر قزوین زد اومد پایین. دومی سومی فرستادیم پدافند فعال شد، یکی چپ یکی بالا یکی راست یکی پایین زدن. اولی رفت بالا به سلامتی جمع دوله لول شدیم. دومی زد به سلامتی رفقا پاتیل شدیم. سومی اومد بزنه گفت لبک یا خامنه ای تو نمیری به مقصر خیلی طولک شدم. این جیب نه اون جیب نه، اومدم جواب بدم فتا زد. گفتم هت سجیل زد از اولی قائم‌تر زد. اومدم جواب بدم دیدم 20 تا موج رفتن. راست ما همه گفتیم زدیم شما به این زده خوبیت نداره. آره حالا گنبد چی شد؟ گنبد اینو آبکش ننه بزرگم سولاخ شده.